100 سال پیش میدان حسن آباد یک عکاسخانه داشت که خیلی‌ها در اون روزگار از اعیان و اشراف گرفته تا دیگران میرفتن به عکاسخانه خادم تا عکس بگیرن به یادگار. اکثر عکس‌های عکاسخانه خادم به یادگار در کتاب‌های تاریخی اکنون هم مونده. محمد جعفر خادم بنیانگذار این عکاسخانه بوده و بعدها فرزندش علی خادم که حدود 60 سال به عنوان یک فوتوژورنالیست هم فعالیت می‌کرده وارث پدر شد و صاحب عکاسخانه خادم، اما از محل حسن آباد اون رو به لاله‌زار که مرکز در واقع نزدیکی به رسانه ها هم بود یا مرکز رسیدن به تئاترها و سینماها و استودیو و اینجور جاها بود میاد و 60 سال عکاسی مطبوعاتی میکنه. چه کارهای خاصی کرده بود. کسی که به شکارچی عکس معروف بوده، شکار میکرده عکس رو و بزرگان مطبوعات مثل آقای دکتر علی بهزادی در کتابش از او بسیار نام میبره و از کارهاش بسیار ستایش میکنه. اما علی خادم که یکی از آرزوهاش شکار مرگ بوده یا عکس گرفتن از مرگ بوده، نمیدونم چرا این خواسته بود، اما ما خوندیم که همچین آرزویی داشت. اون موقع هم شنیده بودم از آقای دکتر علی بهزادی، اما در 12 اسفند 1370 مثل هر روز بعد از انقلاب میره روی میز کارش میخوابه، دوربین رو جلوی خودش هم میگذاره و در اونجا با دنیا ودا میکنه در کنار دوربین عزیزش که 60 سال با او همراه و همچیز بود، اما در دقایق آخر با او همراهی نکرد. همکارانش وقتی مراجعه کردن دیدن که نگاتیو سوخته و فیلم سفید بوده و آخرین آرزوی علی خادم برآورده نشده و اکنون ما میزبان آقای فردید خادم هستیم، نوه علی خادم، بازماندگان همون عکاسخانه خادم. خوشبختانه مهمان ما فردید خادم خودش اهل هنره، عکس و فیلم و اینجور چیزا. اکنون مهمان ما. سلام آقای فردید خادم. سلام بر شما، خیلی ممنونم. خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. من علی خادم رو خب بارها دیدیم از نزدیک، ولی خب دوستی به اون صورت نداشتیم. بیشتر برادر من با ایشون زیاد کار کرد چون بیشتر به نسل اونا میخورده، ولی علل اصول موها رو زیاد تحویل نمیگرفتن آقای علی خادم، ولی خب با یه نسل بعدی بودیم. خب یک نام باشکوه در تاریخ عکاسی مطبوعات ایران. 500,000 عکس او تو آرشیوش داشت. نه شما از چنین خاندانی هستید، خاندان عکس در واقع در ایران. نه خب شما دارین چه میکنید؟ شما وارث اون عکاسخانه توی میدان فردوسی شدین یا نه؟ چون علی خادم عکاسخانه رو از میدان حسن آباد آورد میدان فردوسی. من در واقع اون جوازو توی یک مکان دیگه، مثلا یکم بالاتر توی خیابون کریم خان ادامه دادم. یعنی عکاسخانه خادم گذاشتی؟ بله. خیلی عالیه. اسمش هم گذاشتی؟ همین اسم گذاشتم. بله، همون جواز رو ادامه دادم. شاهکار. کجا گفتین؟ کریم خان، زیر پل کریم خان. زیر پل کریم خان. یعنی همین جایی که کتاب روبروی هتل مرمر. نه، توی خیابون سپهبد قرنی. تو سپهبد روبروی هتل مرمر یه زمان پاتوق مطبوعاتی‌ها بوده. علی خادم هم اونجا زیاد میرفته میومده. خیلی میرفته میومده. خب پس شما عکاسخانه خادم رو الان داری؟ متاسفانه منم تا قبل کرونا ادامه دادم، ولی دیگه بعد از اون حالا مشکلاتی که پیش اومد، ملکم اجاره‌ای بود و فعلا ولی جواز عکاسخانه خادم داری؟ بله، فعلا فریزش کردم. خب حالا هم جوازشو داری؟ بله. نه یعنی اگر جا الان فراهم بشه عکاسخانه خادم رو برپا میکنه. بله. خب از اون عکسای 500,000 تا چیزی به شما ارث رسیده یا نه؟ خب
شنیدم که سال 70 پس از فوت علی خادم عکس‌ها رو در واقع یا میخرن یا میگیرن میره توی موزه ها، نه یه همچین جاهایی میره یه جای دیگه نگهداری میشه توی مرکز اسناد ملی هست. مرکز اسناد ملی میره اونجا که حفظ بشه و همه میتونن برن ببینن. الان بله، من چون مثلا چند تا از محققینی که به من مراجعه کردن و من فرستادمشون اونجا رفتن و عکس‌ها رو دیدن. حالا من متاسفانه چون نمیدونم که آیا همه عکس‌ها چی میتونه باشه. بله. موضوعات مختلف داشته و کاتگوری‌های مختلف داشته. پدر بزرگ شما علی خادم یک فوتوژورنالیست به تمام معنا حرفه‌ای بوده و کارهای خلاقانه زیادی کرده بود و اینطوری که آقای دکتر علی بهزادی تو خاطراتش بهش اشاره کرده بود، مثل عکاس دیگه مرتب فلش نمیزد و تون عکس نمیگرفت، اما عکس رو شکار میکرد، عکس‌های خاصی میگرفته. تو سفرهای متعددی هم بوده. تو یکی از سفرها توی فرودگاه میبینه تو قسمت VIP خیلی شلوغ بلوغه، حدس میزنه میگید شاید یکی از این مقامات باشه. خلاصه خودشو میچپونه تو اون وسط، میبینه چارلی چاپلین اونجاست، میخواد بره هنگ کنگ فیلم کنتسی از هنگ کنگ رو بسازه و بیرونش میکنن علی خادم رو. حتما شما اینو میدونین، اما من میگم برای کسانی که نمیدونن بیرونش میکنن. اما این عکاس پرشور شکارچی عکس رضایت نمیده، یه چیزی برای چارلی چاپلین مینویسه با یه ذره سواد فرانسه خودش، یه ذره سواد چارلی چاپلین اونو میخواد میشینه باش گپ میزنه، کجایی هستی؟ ایرانی هستم. و ایرانی خلاصه کلی دستش مجله روشنفکرم میده، کارت خبرنگاری روشنفکرم بهش نشون میده و ازش عکسای اختصاصی میگیره که این عکس‌ها تو ایران خیلی سر صدا کرده بود. درسته؟ بله. اینا رو دارین شما؟ من یه دونه عکس از این صحنه دارم. عکسی که دوربین رو میده به چون تکنیک علی خادمی بود که وقتی که یک شخصیتی رو میدید مجله رو، یعنی همون روزنامه مجله تهران مصور رو میدادن دستشون، این که دستشونه جوری عکس میگرفتن که این شخصیت این مجله دستش. این عکس رو گرفتن و یک عکس دوربین هم میدن به مهماندار هم یه عکسی ازشون گرفته، دوتایی با هم. باریکلا. و اون عکس دوتایی با همو دارم. خب اینو میگن سرعت کار دیگه، نه؟ عکاس ژورنالیست یا فوتوژورنالیست خیلی از این کارا میتونه بکنه. خیلی یادگارهای خوب میتونه از خودش بسازه. الان کمتر هستن ولی الان هم باز پیدا میشن که این کارو بکنن. و حیفی که شما ادامه ندادید کار علی خادم رو. چرا؟ خب البته الان فوتوژورنالیست شاید اون برد نداشته باشه ولی وجود داره. الان دیگه شما حتی فیلم برداری هم میکنید الان دیگه، نه؟ خب حالا تصویر هم فیلم هم عکسه و ما هم که یک رسانه هستیم دیگه کاغذی فقط نیستیم و این کارو میکنیم. و شما گفتین تهران مصور، ولی علی خادم هم با روشنفکر کار کرد، هم با امید ایران کار کرد، هم با سپیدوسیا با علی بهزادی خیلی کار کرد، تهران مصور همینطور. و خلاصه مجلات مطرح دهه 30 و 40 و حتی 20 رو هم او کار کرده. 60 سال پی در پی، یعنی از 1310 تا 1370 او کار کرد. نه؟ مجله ایران امروز اولین چیزی بوده که مثل که کار کرد. بله، اون زمان رضا شاه بوده. بله، 1317 شروع میکنه. 1317. خیلی خیلی عالی. خب حالا ما بخوام بیایم منزل شما یا عرض خدمتتون که محل کارتون با دوربین بیایم، نه؟ بعد دوباره پس از اون بازدید و پس از اون فیلم برداری بازم از شما دعوت میکنیم که در خدمتتون باشیم. خیلی متشکرم آقای فردید خادم که دعوت ما رو پذیرفتین. شما باعث شدید که از دوست و همکار دیرینمون علی خادم نامی ببریم، ذکر نامی بکنیم و بگوییم که چه پیشگامانی ما در کار مطبوعاتیمون داشتیم. سپاسگزارم از شما فردید خادم. تا برنامه آینده. خیلی ممنون.